ممکنه بگیم پولمو خوردن، اصلا من ناراحت نشدم، ولی این حسی که مثلا از نظر عاطفی یه نفر بهم میگه ناروزد، نشخوارش ولم نمیکنه، اونجا تاب‌آوری ندارم. من بزرگترین دشمنانم رو شکست دادم، هیچی نشده، ولی همینی که بچه‌م بهم گفت مثلا تو بابای خوبی نیستی، این اصلا منو خورد کرد، ریختم و دیگه بلند نشدم. چیز قشنگی راجع به تاب‌آوری میگن یه اشتباه نباید در موردش مرتکب شید که فکر کنید تاب‌آوری در ذات ماست. در ذات ما نیست، در محیط ماست، در باورهای ماست، در شبکه ماست، در ارتباطات ماست، در زبان ماست. در صورتی که ممکنه قند خون در ذات ماست، یعنی قند خون شما هیچ ربطی به قند خون من نداره. تاب‌آوری یک عنصر پخشه، یک نتورکه. پس اصطلاحاً این گفته میشه تاب‌آوری پدیده‌ای کانتکستوال است، محیطی است، در محیطه، در فضاست، نه در درون ما. و این یه اشتباهه که فکر کنیم آدما رو میتونیم جدا کنیم، این تاب‌آورا اینور، کمتر تاب‌آور اونور. و جالبه بعضی موقع شما میبینید اونی که اصلا انتظار نداری تاب‌آور باشه یه جور عجیبی مقاوم در میاد و اون یکی میشکنه. مرسی دکتر.